آمین. اکه ابلا نمازم خوندیم. وقتی اکه پیکورش میدم. چی فکر کردشته ایده اینجا؟ مصطفی جان در فکر او هستم که ما انسان ها عجیبیم ده. چی لکه؟ وقتی که نزد خداوند دعا میکنیم فکر میکنیم که خداوند خیلی نزدیک است، ما را میشنود. در اصل همین گناه هم هست، اما متاسفانه وقتی گناه میکنیم فکر میکنیم که خداوند خیلی از ما دور است، ما را نمیبیند. بله اکه. اگر همین گناه های ما و شما بوی میداشت، بوی بد بدن ما که تمام دنیا را فرا میگرفت. اگر گناه های ما رنگ میداشت، همه روزا این لباس هایی که ما به تن میکنیم پر از رنگ میشد. اما 100,000 با شکر که خداوند گناه های ما را پنهان کرد و ما را از رحمت خود دور نساخت. حق داریم به شما سکه. و این خاطر ما چگونه بنده باشیم؟ بنده شکرگزار. الحمدلله. ثم الحمد.